از صحابی جلیل ابو هریره رضی الله عنه روایت است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند نمازهای پنجگانه و جمعه تا جمعه دیگر و رمضان تا رمضان دیگر باعث بخشش گناهان میان آنها می شود به شرطی که از گناهان کبیره پرهیز شود. روایت مسلم حدیث رقم 233. در این حدیث فضیلت و منزلت نمازهای پنجگانه و نماز جمعه و ماه مبارک رمضان بیان شده است و در این حدیث برای کسانی که این سه عبادت را انجام میدهند بشارت و خبری خوش است که گناهانی که در بین این عبادت ها انجام می شود بخشوده می شوند. یعنی نمازهای 5 وقته را در وقتش می گذارند و در روز جمعه به مسجد جامع رفتن نماز جمعه می گذارند و روزه ماه رمضان را با کمال میل می دارند. گناهانی که در این میان از آنها صادر می شود بخشوده می شوند. ولی در اینجا یک شرط است، یعنی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که به شرطی که از گناهان کبیره پرهیز شود. پس برادر و خواهر عزیز، ترک نمازهای پنجگانه گناه کبیره است. پس چگونه گناهان ما بخشوده شود در حالی که نمازخوانی ما تنها در ماه رمضان است؟ چگونه گناهان ما بخشوده شود در حالی که از جمعه تا جمعه دیگر و یا از رمضان تا رمضان دیگر از دست ما بندگان گناهان کبیره مثل نوشیدن شراب، زنا، خوردن ربا یعنی معامله های سودی و پرسنتی، کشتن انسان، دزدی، عاق والدین، شهادت بر دروغ، غیبت و بهتان و غیره صادر می شود. العیاذ بالله. خداوند همه ما را از گناهان کبیره دور نگه دارد و تمام گناهان ما را به برکت نمازهای پنجگانه و به برکت ماه مبارک رمضان ببخشاید و همه ما را به راه راست، راه پیامبران، راه صدیقین و شهدا هدایت فرماید. آمین یا رب العالمین. بنده نماز فرض است، بین ما تو ادا کی قرض است. بنده نماز فرض است، بین ما تو ادا کی قرض است. سرکش نشوی که فردا آتش به سر چی طرز است. سرکش نشوی که فردا آتش به سر چی طرز است. ای بنده سگر